آیا به دنبال انجام کار خاصی در کسب و کارتون هستید اما راهکاری برای اون ندارید؟ آیا به دنبال شخصی سازی ماژول‌ها و تطبیق دقیق اونها با نیازها و فرآیندهای تجاری خاص خود هستید؟ آیا هدف شما مدیریت درست، دقیق و در لحظه فرآیندهای تجاری با استفاده از گزارشات خاص مدیریتی است؟ با من بابک کاظمپور همراه باشید تا ابزاری را به شما معرفی کنم که به سادگی امکان طراحی و پیاده‌سازی ماژول‌های سفارشی را برای شما فراهم می‌کند. ماژول ساز راهکاری ایدئال برای افزایش بهره‌وری و توسعه ابزارهای نوآورانه در فرآیندهای تجاری کسب و کار هاست. در این ماژول شما به راحتی علاوه بر پیاده‌سازی نیازمندی‌های جدید و خاص کسب و کار خود، امکان ترکیب قابلیت‌های متفاوت در دیگر ماژول‌ها را خواهید داشت. گزارشات مورد نیازتون رو با فرمت‌های مختلف با فراخوانی باتی‌های متفاوت داشته و سیستم و کسب و کار شما به راحتی با سایر ماژول‌ها، وب سرویس‌های خارجی و سامانه‌های ثالث مرتبط خواهد شد. به طور مثال، فرض کنید در تجارت خودتون نیاز به ارتباط با سازمان‌های حمل و نقل، مدیریت مشتریان، انجام تبلیغات خاص و مواد دیگه دارید. با این سیستم و امکان اتصال به سایر سیستم‌های خارجی به راهکاری کارآمد دست پیدا می‌کنید. این قابلیت ماژول ساز رو به ابزاری منحصر به فرد برای یکپارچه سازی زیرساخت‌ها و رفع تمامی نیازهای کسب و کارتون تبدیل کرده و شما رو در مسیر تحولی نوآورانه یاری می‌کنه.